وسایل نقلیه آینده همین امروز روی جاده ها. آیا میدونستید که یک خودروی برقی به طور میانگین قطعات متحرک کمتری نسبت به یک خودروی بنزینی داره و حتی هزینه سوخت اون نیز 70% کمتره؟ از سکوت هیپنوتیزم کننده موتورش گرفته تا شتاب انفجاری و نفسگیر اون. امروز میخوایم راجع به خودروهای برقی با هم دیگه صحبت کنیم. 10 نکته مهم که دونستنش قطعاً واسهتون مفید خواهد بود. و در انتهای این ویدیو 3 تا از بهترین خودروهای برقی حال حاضر در بازار ایران رو به شما معرفی خواهیم کرد. پس لطفاً با ما همراه باشید. اول بیایید با هم ببینیم ما به چه خودرویی میگیم خودروی برقی. خودروهای برقی خودروهایی هستند که برای حرکت از یک چند موتور الکتریکی استفاده میکنند. در این خودروها انرژی مورد نیاز برای حرکت به جای سوختهای فسیلی از برق تامین میشه. این برق معمولاً از یک باتری قابل شارژ تامین شده که در اون انرژی ذخیره شده به وسیله موتور الکتریکی به نیروی محرکه تبدیل میشه. خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی یا دیزلی از مزایای بسیاری برخوردارند. رنج حرکت. هر کمپانی خودروسازی یک عدد مثلا 450 کیلومتر رو به عنوان رنج حرکتی خودرو برقیش معرفی میکنه. یعنی خودرو برقی با یک بار شارژ میتونه حدوداً 450 کیلومتر حرکت کنه. البته اینم بگم که اون خودروساز توی اون سیکل استاندارد این عدد رو معرفی میکنه. حالا سیکل استاندارد چیه؟ سیکل استاندارد یعنی چراغ خودرو، کولر، گرم کن و حتی ضبط صوت‌های خودرو همگی در حالت خاموش قرار داشته باشن. ولی تو کشورهایی مثل عربستان و کویت که همیشه گرمه و دائم کولر روشنه، رنج حرکتی این خودرو به شدت پایین میاد و همین باعث شده که مردم این دو کشور به شدت به شرکت‌های خودروسازی اعتراض داشته باشند. نحوه شارژ در خانه. وقتی شما ماشین رو از شرکت می‌خرید، یک شارژر هم همراه اون به شما میدن که میتونید با زدن شارژر در پریز خانه خودروی خودتون رو شارژ کنید. ولی مدت زمان شارژش اونقدر هم که فکر میکنید کم نیست و چیزی حدود 8 الی 20 ساعت طول میکشه. قیمت شارژ خودروها. نکته‌ای که هست اینه که هزینه این شارژ تو بدترین حالت میتونه به ازای هر کیلووات ساعت تقریباً عددی معادل 30,000 تومان باشه. با این شارژ شما میتونید میانگین 350 کیلومتر حرکت کنید و این واسه اون دسته از افرادی خوبه که استفاده معقول و معمولی در اون شهری از ماشین دارن. شارژ در بیرون از خانه. توی کشور ما تا همین الان نزدیک به 37 ایستگاه فست شارژ وجود داره که 20 تا اونا در تهران و مابقی در شهرهایی مثل مشهد، کیش، مازندران و اصفهان قرار داره. به عنوان مثال اگر شارژ خودروی شما 20% باشه و بخواید این عدد رو به 100% برسونید، چیز حدوداً 1 ساعت طول میکشه. تعمیرات خودروهای برقی. امیدوارم که این حرفم رو باور کنید، ولی باید بدونید که خودروهای برقی به هیچ تعمیری نیاز ندارن. و همین موضوعه که من رو عاشق این دسته از خودروها کرده، چون دیگه هیچ نیازی به تعمیرگاه و روغنکاری نداره. عمر باتری. باید بدونید عمر پک باتری خودروهای برقی محدوده و بعد از حدوداً 7 الی 8 سال کار کردن باید پک خودروی خودتون رو به طور کامل عوض کنید که این تقریباً 1/4 قیمت کل خودرو واسهتون آب میخوره. شتابگیری باور نکردنی. اگر شما هم مثل من علاقه‌مند به تکنولوژی هستید و به شتابگیری سریع بدون عوض کردن دنده علاقه دارید، خودروی برقی میتونه بهترین گزینه برای شما باشه. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه
0 تا 100 خودروهای برقی بیشتر از خودروهای بنزینی. مثال بزنم؟ چشم. سریع‌ترین تسلاهای برقی مدل S پرفورمنس 0 تا 100 رو توی کمتر از 2.5 ثانیه طی می‌کنه. گشتاور لحظه‌ای موتورهای برقی. موتورهای برقی برخلاف موتورهای بنزینی فوراً در کمترین زمان حداکثر گشتاور خودشون رو تولید می‌کنن. یعنی درست لحظه‌ای که پات رو روی پدال فشار میدی، نیروی کامل به چرخ‌ها منتقل میشه. انتقال نیروی ساده و سریع. برخلاف خودروهای بنزینی که نیاز به تعویض دنده دارند، خودروهای برقی معمولاً یک دنده ثابت دارند و نیروی موتور مستقیماً به چرخ‌ها میرسه. این باعث میشه که شروع حرکت فوق‌العاده سریع و بدون وقفه باشه. حالا بریم تاریخچه خودروهای برقی در ایران رو بررسی کنیم. از آریانا گرفته تا تاکسی‌های برقی. اولین خودرو برقی ایرانی در سال 1381 با نام آریانا معرفی شد. حداکثر سرعت این خودرو 200 کیلومتر بر ساعت و حداکثر مسافت اون 300 کیلومتر با یک بار شارژ بود. شتاب 0 تا 100 این خودرو حدوداً 7 ثانیه و زمان شارژ آن 3 الی 15 دقیقه طول می‌کشید. اگرچه معرفی این خودرو باعث ایجاد امیدهایی برای تولید خودروهای داخلی شد، اما مشخصات فنی اون هرگز به طور رسمی تایید نشد و این پروژه به نتیجه‌ای نرسید. حرکت خودروسازان بزرگ. ایران خودرو و سایپا با همدیگه وارد یک رقابت سنگین برای تولید بهترین خودروی برقی شدند. ایران خودرو ابتدا با معرفی دنا پلاگین هیبرید و سپس رانا برقی وارد این عرصه شد. سپس در سال 1400 تارا در 2 نسخه معرفی شد. در سال 1402 نیز نسخه برقی خودروی ریرا رونمایی شد. سایپا نیز در سال 1396 خودروی ساینای برقی را معرفی کرد که بیشتر به عنوان مدلی ترکیبی از ساینا و کویک شناخته می‌شد.